توی آشپزخونه دربار، بلکه بانوان آینده دربار تو اتاق طب سوزنی و اتاق گلدوزی هم از این کارا میکنن. ممنون که بهم گفتی. خب خواستم بگم که مربای خرمالو واقعا سخته. بهتون پیشنهاد میدم که حتما اونو درست نکنید. قیافش خوبه ولی دروغ نگم تلخه. خواستم بگم که خرمالوهاتونو هدر ندین، همونطوری بذارین بمونه و همونطوری میل کنین. دیگه توش گردو و اینا هم ریخته بودم که نتیجه کار همینه که میبینین. قیافه خوب، مزه تلخ. آبگوشته لامشتم.